بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. باز هم ایام فاطمیه و شبهات وهابیت. یکی از شبهاتی که خیلی در ایام فاطمیه مطرح میکنن اینه که میگن چرا با وجود اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه بودن، حضرت زهرا پشت در رفت و در رو باز کرد و اون وقایع اتفاق افتاد. خب امیرالمؤمنین خودش در خانه بود، میومد در رو باز میکرد و جلوی اون ماجراها رو هم میگرفت. آیا با غیرت عرب، با غیرت مردانگی سازگار است که مردی در خانه خودش بنشیند و زنش رو بفرسته که شما برو در رو باز کن؟ در پاسخ به این شبهه میگیم اولا که شما یک روایت، فقط یه دونه روایت برای ما بیارید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دستور داده باشه به فاطمه زهرا سلام الله علیها شما برو در رو باز کن. شما که ادعا میکنی یه مستندی هم باید مطرح کنی، ارائه کنی دیگه. یه دونه روایت بیارید که امیرالمؤمنین همچین دستوری داده باشه که فاطمه جان تو برو در رو باز کن. ثانیاً فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در نشسته بودن. روایت در کتاب سلیم ابن قیس هلالیه که میگه و فاطمه قاعدة خلف الباب. فاطمه زهرا پشت در نشسته بودن. اون زمان خانه امیرالمؤمنین 2-3 هزار متری که نبوده که شما فرض کنید چندین اتاق داشته. خب امیرالمؤمنین با اصحابشون تو اتاق نشسته بودن، صحبت میکردن در مورد سقیفه و ماجراهای سقیفه تحسن کرده بودن. فاطمه زهرا پشت در نشسته بود، اینا اومدن. پس اینطور نبوده که امیرالمؤمنین از جلوی در رفتن خودش امتناع کنه و بگه فاطمه جان تو برو در رو باز کن. ثانیاً چه منع و اشکالی دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها که حجاب کامل هم داشته بیاد پشت در رو باز کنه یا بیاد پشت در به تکلیف الهی خودش عمل کنه؟ کسی که این شبهه رو مطرح میکنه معلومه که خیلی نسبت به وقایع تاریخی جاهله، که خیال میکنه مثلا حضرت امیر خودش در خانه مینشسته میخوابیده، همه کارهای خانه و بیرون از خانه رو حضرت زهرا میکرده. اصلا اینطور نبوده. خود حضرت امیر در ماجرای هجوم به بیت وحی در وسط ماجرا بوده، درگیری داشته با خلیفه دوم عمر ابن خطاب. روح المعانی آلوسی مینویسه که امیرالمؤمنین عمر رو به زمین کوبید، با مش به صورت او زد. پس اینطور نبوده که حضرت امیر خودش در خانه نشسته باشه و فاطمه زهرا رو پشت در فرستاده باشه. ثالثاً دخالت حضرت زهرا سلام الله علیها برای اتمام حجت بوده و شاید اینها حیا کنند به خاطر به احترام تنها یادگار پیغمبر دیگه جسارت نکنن برگردن برن خونه هاشون، دیگه خانه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین رو بیش از این حد که حرمت نکنن. اما اونها حیا که نکردن، هیچ بدترین جسارت ها رو کردن. رابعاً چرا شما این سوال رو میکنید، این شبهه رو میکنید؟ اتفاقا ما باید این سوال رو از شما بپرسیم، ما باید این حرف رو از شما سوال کنیم که با توجه به آیات قرآن که خداوند متعال در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. آی مردم حواستون باشه همینجوری سرتون رو پایین نندازید برید داخل خانه مردم، یه سلامی بکنید، دری بزنید، اجازه‌ای بگیرید. ابن تیمیه در منهاج السنه چی می‌نویسه از اون طرف؟ می‌نویسه کبس البیت، میگه خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هجوم بردن و به زور وارد خانه شدند. آقای عمر ابن خطاب به چه اجازه‌ای وارد خانه فاطمه زهرا شدی؟ آیا صاحب خانه که امیرالمؤمنین فاطمه باشه اجازه دادن به شما که شما وارد خانه شدید؟ آیا عمل عمر ابن خطاب و دار و دستش زیر پا گذاشتن این آیه قرآن نیست؟ باز در آیه قرآن میفرماید خداوند متعال که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی الا ان یؤذن لکم، وارد خانه پیغمبر نشید همینجوری، اجازه بگیرید. در آیه دیگر میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این آیه رو مفسرین علمای بزرگ شما مثل سیوطی اومدن تفسیر کردن که خانه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین مطابق آنچه که پیغمبر فرموده از بیوت انبیاست، خانه پیغمبر و بلکه از برترین اون خونه هاست. حالا شما باید به ما جواب بدید. پیغمبری که اجر رسالتش این بود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، مودت به ذوی القربى به نزدیکان و اهل بیت پیغمبر اجر رسالتش بود. شما ذوی القربی اقرب از امیرالمؤمنین فاطمه زهرا میتونید پیدا کنید؟ چیکار کردن با اینها؟ چرا به زور وارد خانه اینها شدن؟ چرا خلیفه دوم تهدید کرد که من خانه اینها رو آتش میزنن؟ گفتن که فاطمه در این خانه است. گفت و این کان هرچند فاطمه در این خانه باشه من آتش میزنم این خانه رو بر اهلش، بگید بیان بیرون. ما باید این سوال رو از شما پرسیم. نکته پنجم و نکته آخر که تیر خلاصی بر پیکره شبهه افکن هست اینه که در تاریخ هست مواردی که پیغمبر خودش در خانه نشسته، یک کسی اومده در زده، نامحرم هم بوده، پیغمبر به همسرش فرموده که تو برو درو باز کن.
اینو چیکار کنیم؟ در کتب شما هم اومده، در کتاب تاریخ دمشق هست که میگه پیغمبر مکرم اسلام در خانه نشسته بود، عمر اومد در خانه رو زد، حضرت رسول به حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها دستور داد که برو در رو باز کن. یا در جای دیگه میگه حضرت امیر در زد و پیغمبر به ام سلمه فرمود برو در رو باز کن. در بهار هم هست که میگه حضرت امیر اومد در زد و پیغمبر به عایشه دستور داد که برو در رو باز کن. اینها رو چیکار میکنید؟ پس با این حرف ها، با این بهانه ها نمیتونید زیرا به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بزنید. اللهم عجل لولیک الفرج.